بانک جهانی گفته است که افغانستان با بحران شدید امنیت غذایی مواجه است و در حال حاضر کم از کم 2.9 میلیون نفر در این کشور در آستانه گرسنگی قرار دارند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که همکنون 12.6 میلیون نفر، حدود 1/3 جمعیت افغانستان، ناامنی غذایی را تجربه می کنند. به گفته بانک جهانی، بی‌ثباتی اقتصادی، تغییرات اقلیمی و اختلال در بهره‌وری زراعتی افغانستان را در تأمین نیازهای اساسی دچار مشکل کرده است. در این گزارش آمده با آنکه جهان تصمیم دارد گرسنگی را تا سال 2030 به حد صفر برساند، اما مشکلات بشری در افغانستان تصویری متفاوتی از رسیدن به این هدف ارائه می کند. بر اساس معلومات بانک جهانی، تغییرات اقلیمی یکی از عوامل اصلی ناامنی غذایی در افغانستان بوده که به گونه قابل توجهی بر بخش‌های مختلف به ویژه زراعت تأثیری منفی گذاشته است. در گزارش آمده، سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها چرخه‌های زراعتی را مختل کرده و حفظ بهره‌وری را برای کشاورزان مشکل می‌سازد. بانک جهانی همچنان اضافه کرده یک مطالعه ماهانه که در 15 سال پسین به دست آمده نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی به خصوص سرازیر شدن سیلاب‌ها در افغانستان ناامنی غذایی را 23% و بحران غذایی را 5.9% افزایش داده است. بانک جهانی در حال از تشدید بحران بشری به دلیل تغییرات اقلیمی در این کشور اظهار نگرانی کرده که اخیراً برنامه جهانی غذا گفت که افزایش محدودیت‌ها و تغییرات اقلیمی در افغانستان دسترسی مردم را به مواد غذایی به شدت تحت تاثیر قرار داده و این کشور در حال حاضر به عنوان یکی از گرسنه‌ترین کشورهای جهان باقی مانده است. این اداره ملل متحد به تاریخ 13 جنوری 24 جدی با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشت که در سال 2025 میلادی کم از کم 500,000 کودک در افغانستان از بیماری سوء تغذیه رنج خواهند برد. برنامه جهانی غذا همواره از افزایش گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور شد. پس از آنکه طالبان در آگوست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، برگشت این گروه به قدرت میلیون ها نفر را در آن کشور به فقر و گرسنگی سوق داد. یکی از دلایل عمده این وضعیت کاهش و یا توقف کمک های خارجی برای این کشور بوده است.